بارها و بارها تو گفتگوهای خودم با خدای خودم به من گفت تو این مسیر باش و این حرفایی که بهت گفته میشه رو بزن، این حرفایی که تو هیچ کتابی در موردش صحبت نشده و عملا تو دنیای امروز اصلا همه مسخره شاید بدوننش، بزن و تو همین مسیر بمون. من به تو انقدر رزق میدم و انقدر ثروت میدم و انقدر نعمت میدم که نتونی بشمانش. این جمله رو من سالهای ساله هم شنیدم، هم به اطرافیانم نزدیکانم گفتم که خدای همچین وعده‌ای به من داده و خداوند به وعده‌اش عمل کرد. خیلی ساله که عمل کرده. لعلک ترضا، راضی کرده، منو راضی کرده. واقعا سرمایه اصلی ما همون ایمانه، همون توحیده، همون درستکاریه، همون نگفتن به نجواهای شیطانه. کسانی که ایمان آوردن و استقامت کردن، آیه قرآنه، کسانی که ایمان آوردن و استقامت کردن، وایسادن رو ایمانشون، همه چی بهشون داده شده.